شما بفرمایید، یک سوال ازت میکنیم. کل بخاری شما که اجماع اهل سنتی که صحیح ترین کتاب است، آقای ذهبی و دیگران آمدن گفتن که جناب آقای محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نبوده. خب بفرمایید، یعنی کل احادیث صحیح بخاری شما زیر سوال میره. شما بیایید برای ما اثبات بکنید وثاقت جناب آقای بخاری رو که میگن حالا صحیح ترین کتاب صحیح ترین قرآن. من نمیدونم، من یک تقاضایی دارم از در واقع کسانی که در ایران هستند، اطباء و پزشکان و خصوصا انسان‌هایی که پزشکانی که رشتهشون روانشناسی هست یا کسانی که مراکزی رو دارن برای ترک اعتیاد و بازپروری، این انسان رو بگیرن ببرند یک جایی، حداقل تا یک مدتی ایشون رو تحت مراقبت قرار بدن تا اینکه اعتیاد به دروغی که ایشون دارن در واقع از بین بره و بازپروری بشه. انسان هیچ وقتی در مقام رد دیگران حداقل دروغ نمیگوید. من تعجب میکنم که انسانی با این همه به اصطلاح ادعایی که دارند و نماینده مراجع خودشون میدونند آیت الله به مقام آیت اللهی رسیده، این از عدالت شما، این از انصاف شما، این از راستگویی شما واقعا یعنی قابل توجیه هم نیست. و جالب اینجا است که معمولا در وقتی که مطلبی رو بیان میکنه، خب از صفحه مانیتورش هم نشون میده که خب این مطلب هست، فلانی ذهبی مثلا درباره محمد ابن اسماعیل بخاری چنین چنان گفته، اما در این مرتبه چیزی رو نشون نداد، زیرا که پیشاپیش میدونست که در واقع لو خواهد رفت. و من فکر میکنم نمیدونست، اما بعضی دوستان میگن نمیدونست، چون به نظر من، یعنی من احمق‌تر از این آدم ندیدم در بین علما و مراجع شیعه. اما دوستان میگن که دونسته، با ان کنت تعلم فتلک مصیبت ان کنت لا تعلم. در هر صورت در هر صورت این در واقع یک قدح و جرحی از در کسی که در این منزلت علمی به قول خودش باشه، یکی از معروف ترین رجال شناسان شیعه یا کسانی که در این زمینه خلاصه اونگونه که ادعا میکنن تبحری داره. من فقط این مطلب رو از دو کتاب از کتاب‌های امام ذهبی رحمت الله علیه من این اشاره میکنم. امام ذهبی در کتاب میزان الاعتدال خودش جلد 3 صفحه 485 یک مطلبی رو داره درباره محمد ابن اسماعیل. میگه محمد ابن اسماعیل ابو عبدالله البخاری، اینو توضیح میده که این ابو اسماعیل که محمد ابن اسماعیل ابو عبدالله بخاری کی هست. میگه شاب قدم بغداد، این یک جوانی هست به بغداد اومد، طالب و حدیث، یک طالب و دانشجوی حدیث بود، علی رأس سنه 500 در رأس قرن پنجم. این در قرن پنجم اومده و رفته در بغداد برای طلب حدیث. و کتب عنه اصحاب ابی علی ابن شازان، اصحاب علی ابن ابی شازان از این در واقع روایت نوشتن. و قال ابو الفرج ابن الجوزی و غیره کان کذابا، که این انسان دروغگوی بوده. خب همه میدونند امام بخاری رحمت الله علیه متوفای قرن سوم هست. در اینجا صراحتا این فرد در آمده که امام ذهبی در اینجا گفته که این محمد ابن اسماعیل که ابو عبدالله بخاری بوده یک جوانی بوده مال قرن پنجم بوده در اونجا. و ادامه در کتاب دیگری که ایشون دارن، در کتاب دیوان از ضعفا جلد 1 صفحه 342 باز همین مطلب را اشاره میکند که محمد ابن اسماعیل ابو عبدالله البخاری قدم بغداد بعد ال500، بعد از قرن پنجم ایشون در واقع به بغداد اومد. و کتب عنه جماعتون، یک جماعت و گروه از ایشون حدیث نوشتن. قال ابن الجوزی کذابون، ابن جوزی دربارهش گفته که کذاب هست. در ادامه امام ذهبی میفرماید
میفرماد قلت اما محمد بن اسماعیل الامام مؤلف الصحیح فثقة، این انسان یک انسان ثقی هست. امام محمد بن بخاری صاحب صحیح بخاری انسان ثقی هست. این فردی که گفته محمد بن اسماعیل و عبدالله بخاری که انسان ضعیفی بوده و متهم به دروغگویی بوده، این در قرن پنجم بوده. و جالب است در ادامه کلیپ این آقای قزوینی ادعا میکند که بله علما اومدن اعتراض کردن، مناوی اعتراض کرده بر روی ذهبی که ذهبی به چه حقی امام بخاری رو جزء ضعفا آورده. من این مطلبی رو که مناوی هم نوشتند اینو مطلب رو من اضافه میکنم در اینجا. مناوی در کتاب خودش در کتاب فیض القدیر جلد 3 صفحه 699 همین مطلب رو که درباره محمد بن اسماعیل بخاری بوده، همون بخاری که در قرن پنجم میزیسته، اینو آورده زندگی نامش را. و فیه محمد بن اسماعیل البخاری اورده الذهبی فی الضعفاء، این محمد بن اسماعیل را آقای ذهبی در ضعفا قرار داده، نه جنگی نه دعوایی نه اعتراضی. خوب گفته محمد بن اسماعیل بخاری که در قرن پنجم بوده این جزء ضعفا است. وقال امام ذهبی فرموده که وقال قدم بغداد، وقال قدم بغداد سنه 500 که این آقای محمد بن اسماعیل در سال 500 اومده به بغداد. قال ابن الجوزی کان کذابا، ابن جوزی هم دربارش گفته کان کذابا. من نمیدونم که آقای قزوینی واقعا محمد بن اسماعیل بن ابراهیم که صاحب کتاب هست واقعا اینو نمیشناخته که و نمیدونسته در چه قرنی زندگی میکرده، دیده و دانسته. و در واقع اگر نمیدونسته خب مصیبتی هست در چنین جایگاهی، اونم در مقام رد. انسان هیچ وقت به این اندازه دیگه در واقع دچار اشتباه نباید بشه و مطالب رو اونگونه که خودش ادعا میکنه قبلا باید، یعنی خودش میگفت من تا زمانی که یک چیزی رو با چشم خودم نبینم من اینو نقل نمیکنم. و اگر نمیدونسته که خب یک مصیبتی هست، اگر میدونسته قطعا اینو و قصدا این دروغو بسته که من همون پیشنهادم به مراجع همین هست که من گفتم ایشونو ببرن بازپروری برای ترک اعتیاد به دروغ که ایشان ظاهرا نمیخوان از این دروغگویی خودشون دست بکشن. این هست آقای قزوینی بیان اثبات بکنند که علامه ذهبی، امام ذهبی درباره امام بخاری صاحب کتاب صحیح بخاری این مطالب رو بیان کرده. بله بینندگان عزیز گرامی، این بود اون کلیپی که در شبکه جهانی وصال حق بارها دیدید. پخش شده بود قبل از رمضان و در هفته آخر ماه شعبان اومدن و دیگه ما نمردیم و این شبکه ولایت اومد به یکی از کلیپ ها به دل خودشون پاسخ دادن. حالا میریم رو کلیپی که اینا پاسخ دادن تا وقاحت این قوم رو با هم شاهد باشیم. حقیقت اینه، طوری که ما گفتیم و بارها ثابت کردیم، این آخوند قزوینی به اندازه جاهل و احمق هست در علم رجال و حدیث شناسی، حتی در علم رجال شیعه، که میره مثلا از کتاب ضعفا و متروکین و از کتاب المجروحین ابن حبان و نمیدونم از کتاب لسان المیزان ذهبی که در مورد راویان ضعیف و متروک نوشته شده، از کتاب هایی که به اصطلاح زباله‌دانی های اهل سنت هست، از اونجا میره روایاتی رو ذکر میکنه و بعد اونا رو توثیق میکنه و تصحیح میکنه و پخش میکنه. ما بیش از 100 تا کلیپ از ایشون پخش کردیم، لیستش هم داریم. هر کس شهامت و جرأت و مردانگی داره از شاگردان ایشون با یک تاییدیه بیاد، ما حاضریم که باش مناظره بکنیم و خودش که جرأت و مردانگی رو یقین داریم که نداره و نخواهد داشت، این رو من 100% متأکدم. اما از لطف و کرم الله سبحانه و تعالی ناامید نیستیم که الله سبحانه و تعالی هدایتش بده، مثل آیت الله برقی یک روز بیاد اعلان هدایت بکنه، تو همین شبکه تو همین برنامه زنگ بزنه بگه من اشتباه کردم و توبه بکنه از اون دروغ‌ها و تلبیس‌ها و خیانت‌هایی که کرده. ما در انتظار اون روز هستیم و این برای الله سبحانه و تعالی مشکل نیست، میتونه یک شبه یک انسانی رو متغیر بکنه. الله سبحانه و تعالی که اون سران کفر و شرک رو در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دلهاشون رو نرم کرد و اونا رو به اسلام هدایت داد، بعید نیست که سیستانی و قزوینی و شیرازی و اینا بیان یک روز اعلان هدایت بکنن، مثل آیت الله برقی، مثل قلمداران، مثل حجت الاسلام مرتضی رادمهر، مثل شریعت سنگلجی، آیت الله شریعت سنگلجی، مثل آیت الله خوئینی و غیره، که الله سبحانه و تعالی این جرأت و شهامت و مردانگی و غیرت و ایمان رو به اونا داد که اومدن علنا اعلان براءت کردن از این مذهب. میریم رو این کلیپ و گام به گام میبینیم که چه دستگلی باز به آب دادن. چون حاج آقا راست گفته تو این کلیپ، ذهبی اومده بله صحیح بخاری و صاحب کتاب صحیح و تضعیف کرده، بله همونه، ولی شما نفهمیدید. شما تسلط به علم رجال ندارید، فکر میکنید حاج آقا ندونسته. نه،
دوباره تاکید میکنه که ذهبی تضعیف کرده. حالا استادش گفته بود که ذهبی میگه که محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست. این یک قدم جلوتر گذاشته، به اصطلاح دیگه باید از استادش یاد بگیره. یک قدم جلوتر گذاشته میگه که ذهبی اصلا تضعیف کرده. مطلب راست گفتن. ایشون تسلطی که نسبت به علم رجال اهل سنت داره کمتر از تسلطشون نسبت به رجال شیعه نیستش. و من واقعا تقاضا میکنم، هم درخواستی از حاج آقا دارم که واقعا حاج آقا یه وقتی بذارن تو این شبکه یه رجالی به اینا تدریس کنن، یه رجالی به اینا یاد بدن. واقعا تسلط نداره موجب این حاج آقای شما اگر خیلی مردانگی و جرأت دارن برن همون 150 تا کلیپی که ما از ایشون پخش کردیم، دروغا و تلبیس‌ها و خیانت‌ها و جهالت‌هایی که در علم حدیث شیعه دارن، همونا رو بیارن جواب بدن. یاد از کتب ضعفا و متروکین اهل سنت که نقل میکنن، نمیدونم که این از جهالتش هست یا عمدن این کارو میکنه، اونا رو بیاد جواب بده. حالا این گذاشتن کلاس درس علم رجال پیشکشش، بیاد همون دروغ هایی که خودش گفته رو همونا رو پاسخ بده. در صفحه 343 این مطلب هستش: محمد بن اسماعیل ابو عبدالله بخاری قدم بغداد بعد الخمس ما و کتب عنه جماعه قال ابن جوبی کذاب. اینو نشون میدن، بعد فکر میکنن که حاج آقا منظورش اینه. بعد منتها این مطلب رو تا اینجا میخونن: اما محمد بن اسماعیل الامام المؤلف الصحیح فثقة. فقط تا اینجا رو میخونن، مطلب بعدیشو نمیخونن. مطلب بعدی چیه؟ صفحه 343 رو با هم. بله، قبل از اینکه مطلب بعدی رو ببینیم، دقیقاً همینجا نص رو خوند که و اما محمد ابن اسماعیل بخاری الامام صاحب صحیح فثقة، ثقه هست. قزوینی چی گفته بود در کلیپی که پخش شد ازش؟ کل بخاری شما که اجماع اهل سنتی که صحیح ترین کتاب است، آقای ذهبی و دیگران آمدن گفتن که جناب آقای محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نبوده. عجب. خب بفرمایید، یعنی کل احادیث صحیح بخاری شما زیر سوال میره. قلت اما محمد بن اسماعیل الامام المؤلف الصحیح فثقة. ذهبی و دیگران آمدن گفتن که جناب آقای محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نبوده. گفت که ذهبی میگه که بخاری ثقه نیست. دقیقاً عین کلامش میگه که ثقه نیست. اینجا چی میگه؟ میگه ثقه هست. مشکل ما با شما جماعت اینه که یا نمیفهمید یا اینکه خودتون رو به نفهمی زدید. بابا قزوینی گفت که محمد ابن اسماعیل بخاری رو ذهبی ثقه نمیدانه. اینجا خودت داری از کتابش میخوانی که میگه که ثقه هست. مشکل ما فقط با شما همینه. حرف ما این بود که ذهبی میگه ثقه هست، شما استادتون گفته که ذهبی گفته که محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست. و همینجا قبل از اینکه ادامه کلیپ رو ببینیم، من تحدی میکنم، چالش میدم به هرچه مرجع و آخوند و لقیتی که در قم و مشهد اینا جمع کردن که یک روایت، یک لفظ، یک جمله، یک کلمه از ذهبی بیارن که گفته باشه محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست یا ضعیف است. اگر غیرت دارید، مردانگی دارید، اگر به اون دین و مذهبی که اعتقاد دارید واقعا ایمان دارید، بیایید یک جمله از یکی از کتاب‌های ذهبی نشان بدید. حرف ما همینه باهاتون. هدف از پخش این کلیپ هم همین بوده قبلا، که ذهبی رو یک جمله ازش بیارید که گفته باشه محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب کتاب صحیح بخاری ضعیف هست یا ثقه نیست. اگر غیرت دارید، مردانگی دارید، شهامت دارید، یک جمله بیارید از یکی از کتاباش. اینطوری تدریس نکنید. همینجا خودت خوندی در این کتاب و حالا من این کتاب رو دارم. دوستان عزیز اگر لطف بکنن اینو نشون بدن. این کتاب رو ما از کتابخانه‌مون امروز خدمتتون آوردیم اینجا. این دیوان ضعفا و المتروکین است. در مورد این کتاب یک کمی توضیح بدم. این کتاب رو امام ذهبی چیکار کرده؟ در این کتاب البته در 2 جلد هست. این جلد اولش هست، جلد اول کتابه.
و این مطلبی که در مورد محمد ابن اسماعیل بخاری است در جلد دومه، این جلد دوم این کتاب هست. این کتاب به این شکل به اسم به اصطلاح ترقیم شده، شماره گذاری شده و بر اساس حروف ابجد اومده انسان‌های ضعیف و متروک و کسانی که در اون لین یا نرمی بوده اونا رو بیان کرده. این کتاب مال امام ذهبی است و این مطلبی رو که دروغ گفت و این شخص اومد از قزوینی دفاع بکنه ماسمالی کرد، چون آخوند قزوینی رفته بود این کتاب رو دیده بود، متوجه نشده بود، فکر کرده بود که این همون سیبیرویی است که باباشه، متوجه نشده بود اینجا رو. اما وقتی که میریم این کتاب رو باز میکنیم، من فهرستش رو دوستان نشون بدم خدمتتون تا متوجه بشید که روش این کتاب چطوری است. بله، این فهرست کتاب هست. ببینید اینجا مثلا آورده عبدالجلیل، عبدالحکیم، عبدالحمید، عبدالخالق، عبدالکریم، عبدالمجید، این بر اساس حروف ابجد اینا رو آورده. چیکار کرده؟ مثلا ما در جلد دوم که وقتی میاییم بر اساس حروف ابجد از عین شروع میشه. در این کتاب در حرف میم وقتی که ما میریم در حرف میم مطالعه میکنیم، میرسیم به محمد ابن اسماعیل بخاری که اینا این مطلب رو از اون کتاب ذکر کرده بودن در موردش. این کتاب است دیوان ضعفا و المتروکین الجزء الثانی، دارالقلم بیروت لبنان این کتاب رو چاپ کرده. این صفحه اولش است، دیوان ضعفا و المتروکین، چاپ سال 1988. وقتی میریم به این صفحه، شخص شماره 3605 دقیقاً همون صفحه ای است که این آقا نشون داد از مانیتورش. شخصیت 3605 محمد ابن اسماعیل ابو عبدالله البخاری. محمد ابن اسماعیل ابو عبدالله بخاری قدم بغداد بعد ال500، بعد از قرن پنجم وارد بغداد شد. و کتب عنه جماعه، تعدادی از اون نوشتن و به اصطلاح روایت میکرده. قال ابن الجوزی در موردش میگه که کذابون، این شخص دروغگو بوده. قزوینی تا اینو دیده دیگه علم شنگه به پا کرده که بله حالا از کتاب اهل سنت یک مطلبی رو پیدا کردم و دیگه بریم برنامه اجرا بکنیم، بگیم که صحیح بخاری چون یکی از کتاب‌های معروف اهل سنت هست و خیلی هم در بین اهل سنت ایران بهش ارج داده میشه، ختم صحیح بخاری داریم در زاهدان، خب بیا که اینو مطرح بکنم در شبکه که به اصطلاح یک علم شنگی رو به پا بکنه. اما خبر نداشت که ادامه مطلب چیز دیگری است. دوستان عزیز اگر لطف بکنن کتاب رو نشون بدن. اما محمد ابن اسماعیل الامام المؤلف الصحیح، امام محمد ابن اسماعیل بخاری مؤلف کتاب صحیح، فسقتون، چشمهای این آخوندهای دروغگو این کلمه رو دوستان عزیز اگر امکانش باشه زوم بکنن، اگر امکانش باشه، فسقتون. ذهبی چی میگه؟ قلت، گفتم. کی گفته؟ ذهبی گفته. محمد ابن اسماعیل الامام مؤلف صحیح فسقتون، ایشون ثقه است. خب بحث ادامه مطلب رو ما کاری بهش نداشتیم، به خاطر همین بهش نپرداختیم. اما حالا که شما اصرار دارید که ادامه این رو هم بخونیم چون ربطی به قضیه نداشت، شما گفتید که ذهبی گفته، نگفته که ابو زرعه و ابو حاتم و زهلی گفته، گفت ذهبی گفته. همه بینندگان میلیون ها نفر شنیدن که قزوینی گفت ذهبی گفته، چون جایگاه ذهبی رو همه میدونن. ذهبی گفته که ثقه نیست. ذهبی و دیگران آمدن گفتن که جناب آقای محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نبود. ما دقیقاً میخواستیم این دروغ قزوینی رو ثابت بکنیم که ذهبی گفته که ثقه هست، به خاطر همین به همین مطلب اشاره کردیم. دوستان عزیز اگر نشون بدن، ثقتون فثقتون. قلت امام محمد بن اسماعیل الامام مؤلف الصحیح ثقتون. این
حرف امام ذهبی است. بعد از این چی میاد؟ بعد دا فما سلم من کلامی لاجل مسئله اللفظ. ایشون در باره قضیه لفظ که ذکر میکنه در اینجا منظور قضیه مخلوق بودن قرآن است که به اصطلاح جنجالی به پا کرده بود در اون زمان، از صحبت در این مورد سالم نماند. کی در مورد خودش صحبت نکرده. حالا در ادامه میگیم که این احمق‌ها متوجه نشدن که محمد ابن اسماعیل بخاری قائل به خلق قرآن نبوده طوری که اینا فهمیدن، طوری که این نفهما به اصطلاح فهمیدن، اینطوری نبوده. با دوباره اون حکایت الاغ من یادم میاد، یعنی وقتی که میاد یک مطلبی رو میخونید یک دو سه صفحه این ور اون ورش رو بخونید که لااقل اینطوری سوتی ندید، آبروتون نره. امام محمد ابن اسماعیل بخاری قائل به خلق قرآن نبوده. گوشاتون رو باز بکنید. گرچه میدونم که این صحبت‌های ما هم همون یاسین خوندن در گوش الاغ است، اما امام محمد ابن اسماعیل بخاری قائل به این نبوده که قرآن مخلوق است. در ادامه در این مورد انشاءالله صحبت خواهیم کرد. ببینیم ادامه این کلیپ رو. میبینیم ترکه لاجلها ابو زرع و ابو حاتم و حجره زهلی. ترک کردن این شخص، یعنی نقل روایت را از جناب بخاری صاحب کتاب صحیح، به خاطر همین که اعتقاد به خلق قرآن داشت، این دو نفر ترکش کردن. و حجره از زهلی. میگه اعتقاد به خلق قرآن داشت. این احمق‌ها نفهمیدن تا حالا که زهلی و ابی حاتم و غیره به اصطلاح چرا اشکالشون رو امام بخاری رو چی بود؟ رو قضیه خلق قرآن نبود. امام محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب کتاب صحیح بخاری قائل به مخلوق بودن قرآن نبود. از امام بخاری یک لفظی رو بیارید که قائل به این باشه که قرآن مخلوق است، یا ذهبی گفته باشه که بخاری گفته قرآن مخلوق است. عقیده امام محمد ابن اسماعیل بخاری عقیده اهل سنت هست که قرآن مخلوق نیست، کلام الله هست، کلام الله سبحانه و تعالی است. ادامه کلیپ رو میبینیم. اولی هم ایشون رو طرد کردن. خب نکته‌ای که اینجا قابل توجه هستش که این آقایان توجه نکردن، این که بابا جان اصل کتاب میگه دیوان الضعفاء والمتروکین و خلق من المجهول و ثقات فیهم لیین. یعنی ذهبی کارش این بوده که هم ضعفا رو می آورده، هم مجهولین می آورده و هم کسایی که ثقه بودن ولی تضعیف داشتن. کسایی که تضعیف داشتن هم ذکر می‌کرده. حالا کسایی که مثلا تو همین کتاب من چند مورد نشون بدم، مثلا الحسن ابن عثمان نقل میکنه مثلا محمد ابن حماد کذبه مثلا ابن اودی، یا مثلا الحسن ابن عطیه الاوفی که خب ضعفه مثلا ابو حاتم، یا کسای دیگه توثیق دارن منتها یه تضعیف، یه مثلا افراد اینا رو تضعیف کردن، اینا رو آوردن. حالا من سوالم اینه، خب جناب ذهبی که اینو آورده اگر واقعا این توثیق داشت جناب بخاری، چرا اینجا تضعیفش آورد؟ اگر واقعا در صدد این بوده فقط یه مقایسه بین اون بخاری دوم انجام بده بعد بگه این صحیح هستش این ثقه هستش، خب چرا این مطلب آورد ترکه لاجلها ابو زرع؟ پس این طبق مبنای کتابش داره کار انجام میده. بله. از حماقت‌های این جماعت همینه که شما شاید خودتون شاید خندیده باشید از حرفاش. ما در این کتاب، من این یک تحدی دیگه، در این کتاب دیوان ضعفا و متروکین جلد اول جلد دوم، مرد هست قزوینی و شریفی و خورشیدی و هرچه دار و دسته لقیطایی که جمع کردن از قم و مشهد بیارن که امام محمد ابن اسماعیل بخاری رو امام ذهبی در این کتاب با عنوان یک شخصیت مورد بررسی قرار داده باشه و تضعیف کرده باشه. دوستان عزیز نشون بدن این صفحه رو. این صفحه کتاب هست. محمد ابن اسحاق، محمد ابن اسعد، محمد ابن اسلم، محمد ابن اسماعیل ابن رجا، محمد ابن اسماعیل جعفری، محمد ابن اسماعیل وساوسی، محمد ابن اسماعیل زبی، محمد ابن اسماعیل مرادی، محمد ابن تریح ثقفی، محمد ابن اسماعیل ابن عیاش، محمد ابن اسماعیل ابن مهاجر، محمد ابن اسماعیل ابو عبدالله بخاری، همین شخصی که دروغگو بوده، محمد ابن اسماعیل الامام المؤلف صحیح، مؤلف الصحیح فثقتون. اینو حالا چرا این رو آورده من دلیلشو میگم. محمد ابن اشرس سلمی، محمد ابن اشرس کوفی، محمد ابن انس رازی، محمد ابن ایوب یمامی، محمد ابن ایوب مصری.
یکی از شخصیت هایی که در موردشون ضعف یا متروک بودنشون رو عقیده داشته ذهبی یا علمای دیگر رو، امام محمد بن اسماعیل بخاری رو جز یکی از این شخصیت ها قرار نداده. پس چرا اینجا آورده؟ گفته اما محمد بن اسماعیل الامام مؤلف صحیح فسقتون، به خاطر اینکه مثل اینا فرق بین محمد بن اسماعیل ابو عبدالله بخاری و محمد بن اسماعیل صاحب کتاب صحیح بخاری رو متوجه بشن. خدا رحمتش بکنه امام ذهبی رو، به خاطر این مسئله رو آورده در اینجا مطرح کرده که اینهایی که هرچه ما در گوششون چلی یاسین خوندیم آدم نشدن، بدونن که یک روزی شبکه‌ای درست میکنن و این تلبیس ها را همونطوری که اجداد یهودیشون به خورد مردم میدادن، همین مطالب رو به خورد مردم میدادن. اینا هم فرزندان و نوادگان اونو همین کارو میکنن. به خاطر همین زیرش نوشت که ای قزوینی جاهل بی سواد، خورشیدی و شریفی و لقیط دیگری که از قم اومدید و نمیدونید که محمد ابن اسماعیل بخاری ابو عبدالله اون کسی است که کذاب بوده. به خاطر اینکه اشتباه نکنید، اشتباه نگیرید با صاحب کتاب صحیح بخاری، زیرش آورده برای شما نوشته که محمد ابن اسماعیل الامام مؤلف صحیح چی است؟ ثقه هست. این رو برای این آورده این مطلب رو که شماها متوجه بشید. میگه چرا آورده در این کتاب؟ دلیلش رو فهمیدید؟ برای این آورده که احمقی مثل تو که فرق نمی کنی بین ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل بخاری و محمد ابن اسماعیل صاحب کتاب صحیح بخاری متوجه بشید که این اون سیبیلوی نیست که فکر کردی که باباته. حالا حکایت سیبیلو و باباشون رو من در پایان کلیپ ان شاء الله خدمتتون بیان خواهم کرد. ادامه رو میبینیم. یعنی کتابو نوشته، صغه رو آورده، منتها تضعیفاش هم آورده. پس کیه؟ ترکه اجلها ابو زرع و ابو حاتم این شخص رو و زهلی هم این شخص رو تضعیف کردن، متروک الحدیث دونستن. بله، این دروغ دیگری است که میگه که ابو زرع و زهلی و ابو حاتم متروک الحدیث دونستن و ضعیف دونستن. من تحدی میکنم، چالش میدم که یک حرف، یک کلام از ابو زرع، از ابو حاتم، از زهلی بیارن که گفته باشه احادیثی که محمد ابن اسماعیل بخاری در کتابش روایت کرده احادیث ضعیف است. مردانگی دارید، جرأت دارید، شهامت دارید، بیارید. مشکل اینا با امام بخاری رو حدیث نبود. مشکل اینا با امام بخاری رو صحیح و ضعیف بودن روایاتش نبود. مشکل اینا با امام بخاری رو ثقه بودنش در نقل روایات از راویان حدیث و اصحاب پیامبر نبود. مشکل جای دیگری بود که شماها متوجه نشدید و این از جهلتون هست، از بی‌علمیتون هست. این کتاب‌هایی رو که ازش ذکر می‌کنید دو برگ این ور اون ورش هم بخونید. حالا من میرسم که در ادامه بگم چرا این قضیه خلق قرآن و این مسائل رو این سه نفر حرف داشتن در مورد امام بخاری. به خاطر اینکه مسئله واضح بشه، اینا معتقد هستن که امام بخاری اعتقاد به خلق قرآن داره. این دروغی است که نمیتونن اینو ثابت بکنن از هیچ جا، حتی از ذهبی. قضیه خلق قرآن، امام بخاری عقیدهش عقیده اهل سنت بود. عقیده امام بخاری عقیده اهل سنت، من از کتاب سیر اعلام نبلا که خودش رو ذکر کرده نشون میدم. عقیده اهل سنت بود که قرآن مخلوق نیست، کلام الله هست. فرقشون با بقیه چی بود؟ این که امام بخاری به این عقیده بود که قرآن کلام الله هست، شکی در این نیست. اما وقتی من محمد انصاری قرآن میخونم، این الفاظ قرآنی که من خوندم، این صدایی که از من خارج شده، این صدا مخلوق است، اما خود قرآن کلام الله هست. ادامه کلیپ رو ببینیم. تنها در این کتاب‌های دیگه مثلا کتاب تاریخ الاسلامش، سیر اعلام نبلاش همین مطلب و بحث رو آورده. منتها تو سیر الاعلام اینجوری داره میگه که بله و سمع منه ابی ابی و ابو زرع و ترک حدیثه عندما كتب الیهما محمد بن یحیی انه اظهر عندهم بنیشابور ان لفظه بالقرآن مخلوق. همین مطلب رو تو کتاب سیر اعلام النبلا جلد 12 صفحه 462 نقل کرده. میگه ازش روایت نقل کردن این دو شخص، منتها حدیثش رو ترک کردن. چرا؟ چون قائل به خلق قرآن باشه. تو کتاب تاریخ الاسلام هم همین مطلب هستش. پس آقا جان
آیت الله قزوینی دروغ نگه، شما دارید دروغ میگید. شما خب این کتاب سیر اعلام نبلا هست. دوستان عزیز اگر نشون بدن کتاب سیر اعلام نبلا، امام شمس الدین محمد ابن احمد ابن عثمان ذهبی مؤسسه الرساله هم چاپ کرده. اینم جلد 12 که ایشون ذکرشو کرد. اینم جلد 12. میریم رو قضیه امام بخاری که در اینجا ذکر شده. این ابو عبدالله، دوستان عزیز اگر نشون بدن، از صفحه 391 شخصیت 171 ابو عبدالله البخاری. این ابو عبدالله امام بخاری از صاحب کتاب صحیح. این از اینجا شروع میشه. از صفحه 391 کلن شخصیت امام بخاری رو تعریف که ایشون از کجا بوده، اصل و نسبش کی بوده، پدرش، پدر بزرگش که چطور اسلام آوردن، در کجا زندگی میکرده، سفرش به بلخ و بخارا و این مسائل، و در اینجا ذکر شیوخش و اصحابش، از کی شنیده، شاگردانش کی بودن، استادانش کی بودن، مفصل این مطلب رو ذکر کرده تا صفحه 397. صفحه 398 هم همین مطالب هست، 399 هم همین مطالب است. در اینجا ذکر سفراش و طلب علمش و مؤلفاتش، کتاب‌هایی که نوشته رو همه رو مفصل ذکر میکنه. صفحه 403 بعد در اینجا کتاب‌هایی که ایشون احادیثی که روایت کردن، احادیثی که حفظ داشتن، از بین چند هزار حدیث این احادیث رو برای ما نقل کردن و مطالب زیادی است. صفحه 407 در اینجا تعریف ایشون که ذکر حفظهی و سعت علمه و ذکایه، ایشون حفظش چطور بوده، علمش چطور بوده، وسعت علمش چطور بوده، ذکاوت و هوشیاریش چطور بوده، همه اینا تعریفاتی است که امام ذهبی در مورد امام بخاری کرده به طور مفصل. کلا اینجا تعریف ایشون است. من یک کلمه ذمی که ذهبی کرده باشه از این کتاب مردانگی دارن، جرأت دارن این لقیط‌های قم و مشهد بیان نشون بدن. در اینجا این قسمت در صفحه 416 این کتاب ذکر ثناء الائمه علیه، در اینجا اومده چیکار کرده؟ ذکر تعریف و تمجید ائمه رو در مورد امام بخاری ذکر کردن. کلام طویل و عریضی هست. من اگر همه اینا رو بخوام برای شما ترجمه بکنم شاید تا صبحم طول بکشه. در اینجا مثلا میگه که کسی که میخواد به یک فقیه به حقه و صدقه، یک فقیهی که حقگو باشه و صادق باشه، به اون نگاه بکنه، فلینظر الی محمد ابن اسماعیل، به محمد ابن اسماعیل نگاه بکنه. در این صفحه خیلی حرف جالبی است که در اینجا ذکر میکنه که لو قدرت ان ازید فی عمر محمد ابن اسماعیل من عمری لفعلت، اگر که بتونم از عمر خودم به عمر محمد ابن اسماعیل اضافه بکنم این کارو کردم. فان موتی یکون موت رجل واحد، چرا مرگ من مرگ یک شخص است، و موته ذهاب العلم، که مرگ ایشون رفتن علم هست. این تعریفی است که از امام بخاری کردن. دوستان عزیز نشون بدن این قسمت تعریف عمر ابن حفص الاشقر هست. محمد ابن اسماعیل فقیه هذه الامه، محمد ابن اسماعیل فقیه این امت هست. در اینجا میگه لا تختاروا علی محمد ابن اسماعیل یا اهل خراسان، ای اهل سرزمین خراسان کسی رو بر محمد ابن اسماعیل اختیار نکنید. اینا همه تعریف امام بخاری است. اینجا فإن محمد ابن اسماعیل لم یرا مثل نفسه، یعنی محمد ابن اسماعیل بخاری مثل خودش عالم در زمان خودش کسی دیگری رو ندیده. حدیث لا یعرفه محمد ابن اسماعیل لیس بحدیث، حدیثی که محمد ابن اسماعیل اونو ندونه اون حدیث نیست. و در اینجا هم تعریفشون هست ما رأینا مثل محمد ابن اسماعیل، مثل محمد ابن اسماعیل ندیدیم. ما راجت خراسان مثل محمد ابن اسماعیل، سرزمین خراسان شخصی مثل محمد ابن اسماعیل رو نزاییده است. ما قدم علینا مثل محمد ابن اسماعیل، مثل محمد ابن اسماعیل بخاری کسی بر ما وارد نشده است. خلاصه این صفحه همه تعریفات ائمه هست در مورد کی؟ در مورد امام
محمد ابن اسماعیل بخاری میگه که هو آیت من آیات الله یمشی علی ظهر الارض، و نشانه ای از نشانه های الله است که بر روی زمین میگردد. این حرفایی است که ذهبی در کتاب خودش ذکر کرده. اینا همه تعریفاتی است که علما در مورد امام بخاری در اینجا ذکر کردن و این جاهل نادان میاد میگه که ذهبی گفته که محمد ابن اسماعیل بخاری ضعیف است. ذکر عبادتی و فضله و ورعه و صلاحی، ذکر عبادتش و فضلش و ورعش و صلاحش در مورد امام بخاری رو عبادتش رو ذکر میکنه. این صفحات همش در مورد این شخصیت بزرگ است. در صفحه 453 ذکر قصه ایشون رو با محمد ابن یحیی زهلی رحمه الله بیان میکنه. ایشون اومد این مطلب رو خوند در اونجا. متوجه شدید که من هم کلیپی که لحظاتی پیش از پخش کردم اومد اینجا گفت که از اون پرسیدن ما تقول فی لفظ قرآن مخلوق هم غیر مخلوق. بله در اینجا فعارض عنه بخاری ولم یجبه فقال رجل یا ابا عبدالله فعاد عليه القول فعارض عنه ثم قال في ثالثه فالتفت الیه بخاری و قال. میگه 3 مرتبه در مورد قضیه خلق قرآن ازش پرسید. این شخص اومد که فقال لاصحاب الحديث ان محمد ابن اسماعیل یقول اللفظ بالقرآن مخلوق. تا اینجا رو خوند، تا این قسمت رو خوند، ادامه این مطلب رو نخوند. همون دقیقاً کاری که قزوینی انجام میده. ادامه چی میگه؟ بعد از اینکه این شخص اومد 3 مرتبه از امام پرسید، امام در جوابش چی گفت؟ فالتفت الیه البخاری و قال. بخاری به طرف ایشون برگشت و گفت و قال القرآن کلام الله غیر مخلوق. قرآن کلام الله هست و مخلوق نیست و افعال العباد مخلوقتون، و افعال عباد که هست مخلوق است. همون حرفی که گفتم. اعتقاد امام بخاری بود این صوتی که از من خارج میشه، این فعلی که من انجام میدم، این مخلوق است اما قرآن مخلوق نیست. پس این تحدی رو من یک بار دیگه تکرار میکنم که شجاعت دارید، شهامت دارید، مردانگی دارید، همه مراجعتون رو جمع بکنید در قم و تهران و مشهد، هر چه لقیتی که در قم و در مشهد دارید جمع بکنید، یک لفظ بیارید که ذهبی گفته که امام بخاری قائل به مخلوق بودن قرآن بوده، یا اینکه لفظی از امام بخاری بیارید که ایشون قائل به مخلوق بودن قرآن گفته. پس دروغ نبندید به امام بخاری صاحب کتاب صحیح بخاری. این مطلب رو من خدمت شما از این کتاب نشون دادم، سیر اعلام نبلا که ایشون ذکر کرد و اینم شناسنامه کتاب که الرساله این کتاب رو چاپ کرده. تشکر میکنم از دوستان عزیز. همین مطلب رو در تاریخ الاسلام با همین مضامین در اینجا هم موجود است. دوستان عزیز ایشون ذکر کتاب تاریخ الاسلام هم کردن. بله این کتاب تاریخ الاسلام از ذهبی و این الامام البخاری محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم ابن المغیره الامام العلم ابو عبدالله الجعفی مولاهم البخاری صاحب صحیح و تصانیف. اینجا کلن زندگی نامه ایشون هست و یک کلمه ذهبی در مورد این شخص نگفته که ایشون ضعیف هست، ثقه نیست و قائل به خلق قرآن بوده. اگر که وجود داره در این کتاب، مردانگی دارن، شهامت دارن، بیان نشون بدن. و در اینجا در همین کتاب تاریخ الاسلام دوستان عزیز نشون بدن صفحه 178 تاریخ الاسلام وفیات المشاهیر و الاعلام. در اینجا فصلی رو اختصاص داده ذهبی در مورد تمجید ائمه در مورد بخاری، علمای حدیث و علمای جهان اسلام و اصطلاح علمای سلف در مورد امام بخاری چی گفتن. دقیقاً اون مطالبی بود که من از کتاب سیر اعلام نبلا نشون دادم. شاید اینجا بیشتر باشه، منتها اینجا فصل فی دیانتی و صلاحی در مورد دیانتداری و صلاح ایشون، همون تعریفاتی که در اونجا هست در اینجا هم هست. پس دروغ به امام ذهبی میبندن که گفته که ضعیف هست و ثقه نیست. کل حرف ما این بود و یک بار دیگر
این تحدی رو اعلان میکنیم که مرد هستید بیاید نشون بدید از این کتاب این ادعای باطلی که کردید. ادامه کلیپ رو ببینیم و من منتظر این هستم که این کلیپ رو جواب بدید. این از این مطلب. پس بله ما جواب دادیم، گرچه انتظارتون 1 ماه رمضان طول کشید، اما مرد هستید، مردانگی دارید، شجاعت دارید، شما بیاید این کلیپ ها رو پخش بکنید و این تحدی و چالش هایی که ما دادیم رو جواب بدید. پس معلومه که بخاری نزد ذهبی واقعا ضعیف بوده این شخص. پس اون کلیپی که از حاج آقای قزوینی گرفتن به نظر من دستشون درد نکنه خیلی هم خوب بوده و آبروی خودشون رو، بی‌سوادی خودشون ثابت شد. و البته راجع به زهلی هم این مطلبی بود من اشاره کنم. جناب زهلی وقتی که شنیدن که بخاری قائل به خلق قرآن هستش، تمام مردم رو پرهیز کردن که مجلس ایشون حاضر نشید. این شخص مذهبش غیر مذهب اهل سنته، در مجلس این شخص حاضر نشید. این مطلب را خود ذهبی هم در کتابش سیرالاعلام النبلا هم البته نقل کرده. بله میگه که در سیر اعلام نبلا ذکر کرده. من همین یک بار دیگه هم خدمت عزیزانی که متوجه نشده باشن نشون میدم. این قضیه مشکلش ایشون با از زهلی. دوستان عزیز نشون بدن این صفحه رو. ذکر قصته مع محمد ابن یحیی از زهلی رحمهم الله. ذکر قصه ایشون با محمد ابن یحیی زهلی الله متعال ارتاشون رو رحمت بکنه. در اینجا قصه رو داستان رو ذکر میکنه. این لقیط این قسمت رو خونده که ان محمد ابن اسماعیل یقول اللفظ بالقرآن مخلوق، میگه که این قرآن مخلوق است و ادامهش رو نمیخونه که در صفحه بعدی داستان کامل این است که شخص میاد پیش امام بخاری مسئله رو مطرح میکنه. ایشون میگه و قال، امام بخاری گفت القرآن کلام الله غیر مخلوق و افعال العباد مخلوقتون، که در این مورد امام بخاری تصنیفی هم داره در مورد اینکه افعال عباد مخلوق است. پس این دروغی بود که یک بار دیگه در آخر بحثش این شخص مطرح کرد و بعید نیست از دین و مذهبی که توش دروغگویی و تهمت، اهانت جزء عبادت، این داره عبادت میکنه. باورتون میشه این شخصی که اینجا اومده داره این برنامه رو اجرا میکنه، داره دروغ میگه، تلبیس میکنه، خیانت میکنه، طبق اعتقاد خودش داره عبادت انجام میده. که بعدا ذهبی میاد توضیح میده که بله واقعا این جناب اعیون خیلی دقت کافی تو مطلب داشته، خیلی واقعا راست گفته. چرا؟ میگه والذی ظهر، دوباره اگه زحمت بکشه من صفحه بعد همین مناطق نشون بدم. تو من میگم این واقعا از دقت های جناب ابن اعین هستش. چیزی که از محمد یعنی بخاری ظاهر شد یک امر خفیفی بود، از مسائلی بود که اصلا امت راجبش اختلاف دارن در مورد قول به قرآن هستش، خلق به قرآن. چون عامه اهل سنت اکثرشون میگن که قرآن کلام قدیم هستش. منتها بخاری اومد مخالفت کرد، میگه واقعا اینجا جناب اعیون دقت کافی کرد. اون موقع بله جناب بخاری شخص جز مشایخ رجال به حساب میاد، ولی بعد از این مطلب که اینو گفت نه، وقتی که مطلب ازش ظاهر شد که قائل به خلق قرآن هستش دیگه نمیشه بهش گفت که جز رجال شهر خراسان هستش. بله خب این کتاب سیر اعلام نبلا هست، همین که نشون دادم لحظات پیش. جا این صفحه 456 در اینجا ببینید اینا فقط اون حرفایی که مردم میزدن در مورد امام بخاری رو ذکر میکنن، اما اینکه ذهبی میاد جواب میده و قول امام بخاری رو ذکر میکنه اینو ذکر نمیکنن. خوب دقت بکنید. وقال غنجار حدثنا محمد ابن احمد ابن حاضر العبسی حدثنا فربری سمعت البخاری یقول، شنیدم که امام بخاری میگه القرآن کلام الله، قرآن کلام الله غیر مخلوق، مخلوق نیست. و من قال مخلوق فهو کافر، هر کس گفت که قرآن مخلوق هست کافر است. خب بیننده عزیز این کتاب ذهبی رو من خدمت شما نشون دارم میدم و این حرف این آخوند دروغگوی مکه رو هم شنیدید که میگه ذهبی گفته که بخاری قائل به مخلوق بودن قرآن. ذهبی میاد اقوال کسانی رو که قائل به این بودن یا از مردم شنیده بودن و اونو نقل میکردن ذکر میکنه. امام ذهبی اقوال علما رو ذکر میکنه،
اقوال مردم و چیزایی که در موردش گفتن ذکر میکنه و کسانی که جواب دادن حرف امام بخاری رو ذکر کردن رو هم ذکر میکنه، جواب امام بخاری رو ذکر میکنه. اما این انسانهای ملعون میان همون قسمت رو که باب دلشون هست میگیرن، بقیه‌اش رو نمیخونن. اینجا امام بخاری دوستان نشون بدن میگه که القرآن کلام الله غیر مخلوق و من قال مخلوق فهو کافر. کسی که بگه که قرآن مخلوق هست کافر است. در اینجا محمد ابن نصر میگه سمعت یقول من زعم انی قلت لفظی بالقرآن مخلوق فهو کذاب. میگه که امام بخاری گفت که اگر شنیدید که کسی در مورد من میگه که من قائل به مخلوق بودن قرآن هستم فهو کذاب فانی لم اقله. من این حرف رو نزدم. و این صفحات پر از این مطالبی که رد امام بخاری در اینجا ببینید در همه جا ایشون این مطلب رو بیان کرده. من زعم من اهل نیشابور و ری و همدان و حلوان، این اسمای شهرهایی است، شهرهای ایران که قبلا به اصطلاح اسمای عربی بوده که همدان و الان میگن همدان، و بغداد و کوفه و بصره و مکه و مدینه. اگر کسی از اهل این شهر بگه انی قلت لفظی بالقرآن مخلوق و هو کذاب، هر کس از اهل این شهر، خدا رحمتت بکنه امام بخاری، ای کاش میگفتی و اهل قم که تو این شبکه هستن، لفظی بالقرآن مخلوق فهو کذاب فانی لم اقله، من این حرف رو نزدم الا انی قلت، مگر اینکه گفته باشم افعال العباد مخلوقه، افعال عباد مخلوق است. کلا این صفحات در رد این ادعایی است، این تهمتی است که به ایشون زده شده. این صفحات کتاب سیر اعلام النبلا. من تشکر میکنم از دوستان عزیزمون در اتاق فرمان. فقط یک مطلب در این کلیپ مونده که من این رو هم پاسخ بدم خدمت شما. این مطلب که خیلی هم جالب بودش. حالا بعد از این که البته من نمیخوام دیگه ادامه بدم چون بحث‌های دیگه هم هستش که بخاری مثلا لیسه این موقع اینا هستش که من اینا رو اصلا نمیخوام وارد بشم، فقط همین نقد اینو دارم. منتها سوال من حالا از این جناب‌ها این هستش، خب با این همه وضعیت، با این گافی که اینا دادن، با این دروغی که اینا دارن، خب با چه روی الان دارن توی برنامه زنده اجرا میکنن؟ واقعا جای تعجبه. این خودش استاد معرفی کرده، بعد میگه من استاد فلان جا هستم یا استاد علوم اسلامی هستم. من نمیدونم این کسایی که از این درس میگیرن اینا چجوری از این شخصی که اصلا رجال بلد نیست چجوری از این درس یاد میگیرن، چجوری راهنمای این اشخاص شده؟ من اینجا فکر کنم آقای خورشیدی این ضرب المثل رو برای این آقای دهقان و این همون آقای عگو باید گفت، چون اینا که تو این کلیپ می‌خواستن اینطور جلوه بدن که بله این آقای بخاری که ذهبی تعریفش کرده بخاری دیگه بوده که مال بغداد بوده، مال قرن 5 بوده، نه این محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب صحیح که این مال قرن 3 بوده. اینجا فکر کنم باید این ضرب المثل رو به شما گفت آقای عگو و آقای دهقان، هر گردون نیست، هر سیبیلوی بابات نیست. اشتباه گرفتی جناب آقای عگو و جناب آقای دهقان. من از شما خواهش میکنم این کلیپ رو پخش کن، اگر مردی جواب این کلیپ رو بده. ما که زنگ میزنیم به شبکه شما و خب این بحث دیگری است که حالا میذارم بعد در موردش صحبت میکنم. ایشون میاد میگه که هر گردی گردو نیست و هر سیبیلوی بابات نیست. من طبق همون چیزی که از قرآن آموختیم که میگه فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، ما الحمدلله آقای شریفی در مذهبمون صیغه نیست، نه در مذهب من نه در مذهب جناب مولانا دهقان. ما بابامون رو خوب میشناسیم، از کوچیکی در آغوش پدر و مادرمون بزرگ شدیم. این شمایی است که تو مذهبتون هر کی یک مرتبه صیغه بکنه به مرتبه امام حسن میرسه، 2 مرتبه صیغه کنه به مرتبه امام حسین و 3 مرتبه صیغه کنه به مرتبه علی ابن ابی طالب. خب وقتی که انسانی که این همه صیغه بکنه طبعا چندین شوهر داشته باشه، بچهش میمونه که پدرش کیه. به خاطر همین هر جا که هر آخوند سیبیلویی رو که دید، چون آخوندا بیشتر صیغه میکنه، فکر میکنه باباشه، میره چارزانو کنارش میشینه. باورتون نمیشه دوستان؟ نگاه بکنید، ما دلیل داریم برای این حرفمون. دوستان عزیز در اتاق فرمان نشون بدن. آقای شریفی این سیبیلو رو فکر کرده که باباشه. یک شبی مهمون ایشون بوده،
اما بعدا متوجه میشه نه اشتباه اومده، میره کنار یکی دیگه. نفر بعدی رو هم نشون بدیم. و اینجا فکر کرده که این که سیبیلاش کمی کلوفتره، فکر کرده که ایشون با باشه، اما نه، مثل که اینجا دلش آروم و قرار نگرفته. میریم سراغ بعدی و اینجا جمعی از سیبیلوها رو جمع کردن که شاید که در بین اینا برای خودش یه بابایی پیدا بکنه اینجا، اما متاسفانه مثل که اینجام چاره کارشون نشده و هی داره دنبال بابای خودش میگرده. ببینید من عذر میخوام از پدر و مادر محترم آقای شریفی، من نمیخواستم این مطلب رو بگم، منتها این نقص در تربیت شما بوده که اینطوری فرزندی رو به بار آوردید که سبب بشه که مردم در مورد شما این حرفا رو بزنن. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی میفرمایند یکی از گناهان بزرگ اینه که کسی به پدر و مادرش لعنت بکنه. گفتن یا رسول الله کسی پدر و مادر خودش رو لعنت میکنه؟ گفتن نه، کاری بکنه که مردم پدر و مادرش رو لعنت بکنن. و من خیلی معذرت میخوام از جناب آقای شریفی، پدر بزرگوار آقای شریفی. من به شما و به خانم محترمتون احترام ویژه دارم، اما این نقص بوده در تربیت شما که این گونه طفلتون رو تربیت کردید و در آغوش این آخوندها انداختید که اینطوری به بار بیاد و در پیشگاه خداوند مسئولید. الله سبحانه و تعالی میفرماید که قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون رو و اهلتون، خانوادهتون رو از آتش دوزخ نجات بدید. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرمایند که کودکان، نوزادها با فطرت صحیح به دنیا میان. این پدر و مادر هستن که اونو یهودی میکنن، مجوسی میکنن، آتش پرست میکنن و گمراهش میکنن. و این مسئولیت شماست که در تربیت فرزندتون، همین الان هم سر وقت هست، ایشون رو میتونید به راه راست دعوت بکنید. بعد در مورد مناظره دوستان عزیز، ایشون این ادعایی گفتم اگر مرد هستی تماس منو قطع نکن تا بیام شرایط مناظره رو با شما مشخص کنیم و قطع میکنی. این کلیپ های شما اینجوریه. آقای شریفی دیگه از بله. خب در مورد مناظره دوستان عزیز، در سال 2012 من ایمیلشون رو بارها نشون دادم. ما گفتیم مدارک تو بفرست، نفرستاد. بعدن در تماسی که ایشون، تماس اخیری که گرفت تو همین برنامه آن روی سکه، شروط مناظرم تعیین شد، قول داد که من مدارکم رو میفرستم. دوستان عزیز اگر که نشون بدن، این تصویری هست. بله. علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشید آقای انصاری. این آقای شریفی هست؟ حرفمو تموم کنم. علی شریفی. من زنگ زدم الان برای همین قضیه. بله. خب آقای انصاری از من چه مدارکی میخواد بفهمید تا من الان یادداشت کنم همینا رو؟ قبلا گفتم، باز تکرار نمی کنم. مدارک تحصیلیتون رو بفرستید. مدارکی از من میخواد؟ که تحصیلیتون رو بفرستید، کاپی شناسنامه‌تون. مدرک تحصیلی، کپی شناسنامه. بله. دیگه چی؟ بس همین. خب من اینو خدمت شما عرض کنم که براتون ارسال میکنم به همون ایمیلی که شما شبکه‌تون زیرنویس کردید، درسته؟ بله، ansari@وصال.tv. ایشون اینجا قول داد که مدارکش رو بفرسته، تا الان نفرستاده. تا الان مدارکش رو نفرستاده. و شرایط مناظره اینم در من به همون ایمیل ارسال میکنم. بعد خدمت شما عرض کنم الان با شما تاریخ مناظره رو اعلام کنیم آقای انصاری. شروط مناظره رو میدونید که چیه؟ بفرمایید شروطتون. منم شرط دارم، اصلا منم قطع نکنید، شروطتون رو بفرمایید. نه شرط مناظره با شما اینه که قبل از اینکه شما در شبکه ولایت ظاهر بشید و در اونجا صحبت بکنید، شرط ما این بود که شما عادی بیاید مدارکتون رو بفرستید، ما در مورد موضوعاتی که دوست دارید باهاتون مناظره میکنیم. اما بعد از اینکه در شبکه ولایت برنامه گذاشتید و مثل آقای قزوینی به دروغگویی و تلبیس پرداختید، ما شرطمون اینه که یکی از دروغ‌های آیت الله قزوینی رو پخش میکنیم اینجا، شما جواب بدید. خب شرط شما مشخص شد، منم حرفمو در جواب شما میدم. بله. اینجا من شرط رو بیان کردم، ایشون هم قبول کرد و در مقابل شرطشون هم گذاشت که حالا کلیپ طولانیه که منم یک دروغی از شما پخش میکنم و جواب میدم. گفتیم باش، شما ما کلیپ که ما جواب دادیم، ما پخش کردیم، شما جواب بدید، جواب قانع کننده از قضیه. بعد گفت که به من 3 دقیقه وقت بده. من گفتم من 10 دقیقه وقت میدم. آن دوستان اونجا شما هر کلیپی که ما کلیپ پخش کردیم، شما در مورد کلیپی که ما پخش کردیم صحبت میکنید. درسته؟ اگر ثابت کردید که در اینجا آیت الله قزوینی راست گفته و کلیپی که ما پخش کردیم دروغه،
من در اون موقع به شما اجازه میدم که شما هر چی دوست دارید بگید در 3 دقیقه. 5 دقیقه کلیپ پخش میکنم آقای انصاری. 5 دقیقه نه 10 دقیقه. من 10 دقیقه به شما وقت میدم، البته بعد از اینکه جواب قانع کننده به این دروغ آیت الله قزوینی بدید. خوبه؟ بله. این به اصطلاح دعوای مناظره بود که ایشون البته به خدا قسم اینا ارزش اینو ندارن که ما باشون صحبت بکنیم. شما دیدید در شبکه کلمه، یعنی شخصیتی نیست که بیاد مثلا با ما بحث علمی بکنه. من با وجود این، چون خیلی ادعا کرده تو صفحه فیسبوکش و این ور اون ور کلیپ ها تو برنامه که آقا من میخوام با فلانی مناظره بکنم، تا اصلا در شأن من نیستی که شما با من صحبت بکنی. منتها جهت این که چهره واقعی شما همونطوری که ما قبلا هم نشون دادیم از استادتون، از خودتون، از شبکتون آشکار بشه، من حاضرم به مناظره، اما نه با یک انسان کوچه بازاری. چون مدارک تو بفرست که بدونم کی هستید. مجری شبکه ولایت، مجری برنامه قزوینی زنگ زده بود به چیز، ایشون گفتن که نماینده شبکه ولایت به شبکه اهل بیت، گفتن نماینده شبکه ولایت به ما زنگ زده. قزوینی اومد تو برنامه زنده گفت آقا غلط کرده، گفته نماینده شبکه ولایت. وضعیت شما اینطوریه. شما بیار یک نامه ای از آقای قزوینی بیار که من فلانی فلانی رو به عنوان نماینده خودم در پاسخ دادم به کلیپ هایی که از من پخش شده در شبکه وصال حق قرار دادم و مدارک تو بفرست. شما میگی سیم کشید، راننده تریلی هستید و در فارس نیوز دوستان عزیز من بارها نشون دادم در این شبکه ایشون گفته که محقق و پژوهشگر فرقه وهابیت هست. من نمیدونم شما کی هستید. یعنی باید من بدونم که طرف مقابل من کی است. این از شروط مناظره، بلکه از بدیهیات شروط مناظره است. قبل از اینکه من بگم یا نگم، من طرف مقابل من اگر یهودی است، خب من از یهودیت براش دلیل بیارم، از تورات براش دلیل بیارم. اگر مسیحی است از انجیل براش دلیل. اگر آخوند شیعه است، خب من از کتابای شیعه، همین زارعی که بلد نیست اسم کتاب‌های اهل سنت رو که تو برنامه میاره بخونه، ایشون توی برنامه اومد با من صحبت کرد و در مورد تفسیر قمی گفت که آقا من اینو اصلا قبول ندارم. چطور میتونیم با یک کسی بحث بکنیم که اصلا کتاب‌ها رو اسمشو نمیدونه، کتاب‌ها رو قبول نداره و این شخص اصلا قابل بحث کردن نیست؟ بر صورت این بود جریان مناظره. تا که ایشون ثابت نکنن که کی هستن و چی کاره هستن، ما همینطور رو چالش و تحدیمون هستیم که مرد هستید بیاید مناظره بکنید، یکی از کلیپ آقای قزوینی رو جواب بدید، این چوپان دروغگو رو.